گلستان صابیرова مدیر گیمنازیای اقتصادی شهر دوشنبه روز 4 январ از مقامش برکنار شده و به جای او رخشانه محمودова دیرکتوری مکتب اینترنتی رقم 4 شهر دوشنبه تعیین شده است. تصمیم تعیین و برکناری رهبران مؤسسه‌های تعلیمی که زیر ساختار حاکمیت اجرایی دولتی شهر دوشنبه هستند در موافقه با رئیس شهر دوشنبه گرفته می شود. خود گلستان صابیرova روز 6 январ در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد، ولی وی گفت که با عریضه خود از کار رفته است و حالا فعلا جای کار نمی کند. آخر ماه دکبر یک گروه کارمندان این مؤسسه تعلیمی با یک نامه باز به دستگاه پرزیدنت اجنسی خدمت دولتی و وزارت معارف و علم تاجیکستان شکایت برده بودند که فعالیت مدیر این مؤسسه را دوباره تفتیش کنند. یک نسخه این نامه که به دست رادیوی آزادی هم رسیده بود، از آن نگرانی میشد که مدیر این مؤسسه با وجود قطع شدن پروندهش و عفو شدنش بر اساس قانون عفو هنوز هم کرسی رهبری را در این مؤسسه تعلیمی حفظ کرده است. آموزگاران و کارمندان گیمنازیای اقتصادی شهر دوشنبه از آن شکایت داشتند که رهبر این مؤسسه تعلیمی گروهی از آنها را مجبور کرده است که از ادامه فعالیتشان دست بکشند و برخی را هم مجبور کرده است عریضه‌شان را نوشته ترک کار کنند. خود صابیرova گفته بود که او بر اساس قانون عفو از جوابگری آزاد شده است و هیچ گونه داغی سودی ندارد. این گیمنازیا سال 2008 تأسیس یافته است و در آن در حال حاضر 560 خواننده تحصیل می کنند. نرخ تحصیل سالانه در این مؤسسه تعلیمی حدود 6000 سومانی بوده است. سروینوز روحلو، افسانه یکابیرشو، رادیو آزادی دوشنبه.